که اعتراف بکنه با مولانا باید راه بری، ولی وقتی باش راه رفتی چنان گرفتارش میشی که دیگه پشت میکنی به رفقای سابقت. دیگه نمیپذیرم که شاعر همه همتشو بذاره تا بتونه یک فرمولی رو در کلام به کار ببره که به من لذت ببخشه. اون حال مولانا رو دوست دارم که میگه داد جاروبی به دست همان نگار، گفت از دریا برانگیزان غبار. این حال بیشتر دوست دارم که هل هشدار که در شهر دو سه طرارند، که به تدبیر کله از سر مه بردارند. دو سه رندند که هوشیار دل و سرمستند، که فلک را به یکی عربده در چرخ آرند. سردهانند که تا سر ندهی سر ندهند، ساقیانند که انگور نمی افشانند. یار آن صورت غیبند که جان طالب اوست، همچو چشم خوش او خیره کش و بیمارند. صورتی اند ولی دشمن صورت ها، در جهانند ولی از دو جهان بیزارند. همچو شیران بدرانند و به لب میخندند، دشمن همدیگرند و به حقیقت یارند. خرفروشانه یکی با دگری در جنگند، لیک چون وانگری متفق یک کارند. مردمی کن برو از خدمتشان آدم شو، زان که این مردم دیگر همه مردم خوارند. این نگاه مولانا به هستی، به جهان، به اطرافشه.